من خودم جناب آقای حیاتی چون فوبیای محیط بسته و ارتفاع اینا دارم میترسم دیگه، یعنی چون نمیدونم کی میخواد برق بره، از پلا میرم بالا و میام پایین با اینکه کمرم درد میکنه. الان ملت موندن برن تو آسانسور یا نرن تو، خیلی استرس میاره، رو اعصاب میره. چه کار باید کرد؟ قبل از سوار شدن به آسانسور مجبوریم زنگ بزنیم به توانیر، اداره برق، هر جا که میشه بگیم آقا میخوایم برم تو آسانسور، چی صلاح میدونید؟ برم تو، نرم تو، اگه رفتم بکشم بیرون، یعنی برگردم. حساس شرایط، یعنی طرف تو آسانسور گیر میکنه، همسایه ما وضع بدترشو بگم، بیچاره. اینی که میگم قبل از اینکه راه بیفتید این روزا که برق میره حتما قبلش دستشویی بدید. بیچاره راه افتاده بود بیاد خونه، دستشوییش هم پرزور روم به دیوار. ببخشید برای همه پیش آمده، پیش میاد، چه مسئول باشی، چه وزیر، چه وکیل، رئیس جمهور، همه دستشویی میریم. عرضم رفت رفیق ما الان رفت، دوربینو چرا ول کردی؟ گرفت، حالیش نمیشه. گفته بود گشنگی بدتره یا عاشقی، گفته بود دستشویی نگرفته که ببینی از هر دو بدتره. عرضم بود این همسایه بیچاره ما جناب حیاتی دستشوییش گرفته بود، گفته بود میرسم خونه دیگه، اداره نرفته بود. آقا میرسه دم آسانسور میره، توی آسانسور برق میره. حالا تو فکر کن چی شد دیگه. بیچاره مونده بودن در آسانسور رو باز کنن یا باز نکنن، فقط هی میگفتیم بیا بیرون، میگفت زیر شلواری بدید. همسایه ها مونده بودن که زیر شلواری بخوای چیکار کنی؟ بیا بیرون دیگه، مگه لخ رفتی تو آسانسور؟ بیچاره هم نمیدونست توضیح بده، میگفت که بالاخره یه کارایی شده، اتفاقاتی افتاده اینجا که هیچ تپه‌ای سالم نمونده تو آسانسور. خلاصه یعنی ببینید یک برق رفتگی، یک آسانسور موندگی، ببین تا کجاها میرود دیوار کج، شلوار کج. بله برق رفت، برق رفت. خوب شد تو آسانسور نبودیم، خوب شد برنامه ما تموم شد. آره واقعا ممنون. باش. همین که